اسمت چیه؟ بتمنی. به تو میگم بتمنی. نمیگی سرسری با لباسای زرزری دلی بگرد. اگه گفتی؟ هر کسی. آره کسی که لایک میکنن. آفرین. آره خب اینم به خاطر درخواستای بچه ها براشون آهنگ خوندم. سلام بچه ها، چطورید؟ خیلی خوش آمدید به ویدیو دیگه تو چنل دایموند گیمینگ. چه خبرها؟ اومدیم با مهمون جذابمون که تو همه ویدیو هست. سلام. السلام علیکم. چه بازی براتون آوردیم امروز؟ یاسین بازی چیه؟ امروز تو بگو. نمیدونم. براتون ببینید چه بازی خریدیم. FC 25. براتون FC 25 رو خریدیم. و قرار بریم توی کلاب دوتایی همه رو جر بدیم. همه رو قرار سوراخ کنیم، دروازه ها رو به قوطی ببندیم. بله بچه آف رکورد من یاسین یه ذره بازی کردیم که قوی تر شیم که شما وقتی ویدیو رو ببینید لذت ببرید. خلاصه آف رکورد یه اتفاقایی افتاد که به من پاس داد یاسین. چه کاری بود بات عزیز. بچه هر آموزش خواستید بگید ما بهتون آموزش میدیم. نمیرسم، پیسم کمه هنوز من که لیولم بالاست. بچه اگه ویدیو قبلی رو ندیدید برید ببینید، ویدیو فورتنایت رو. اگه رینبو هم ندیدید برید ببینید ویدیو رینبو رو ببینید، لایک کنید. همشون رو ببینید یا اول فصل همشون رو برید ببینید، لایک کنید، چنل رو ساب کنید. کسی؟ دیر انداختن؟ نه برو. گله به به. چه گل زیبایی میزنه. اینم به عشق بچه ها. به عشق کسی که لایک میکنن، کامنت میکنن، ساب میکنن. بکنید دیگه، ما هم یه ذره خاطر شما بریم بالا. آره اگه ما به چیزی هم برسیم همش به خاطر شما، پس لطفا ساب کنید و ما رو برای خانواده و رفیقاتون هم بفرستید حتما. بله ما رو به همه تو گرفت. ما هم تایید بزنم بچه این تیکه رو کات نمی کنیم چون قراره بچه تمام صحنه های بازی ببینن و بخندن. اگر هم که بخواد کات کنم نمیدارم. آره بچه ما ادیتور همین نداریم و ادیت نمیداریم. آره ادیتور نداریم. آره من هم اینجا چیزم دیگه. ادیتور همین رسپگی که الان برو بازو کنم بچه. باشه دروغ میگه بگو دروغ میگی. یا خیلی دیر گفته دیدی. بچه چنل یوتیوب من و یاسین این بالا میاد، برید ساب کنید. من به زودی کلی برنامه خفن دارم براتون. یاسین بشو بچه اینم عشق شما رد تو دست دروازه. یاسین به عشق بچه که لایک میکنن یه هیدمون نشه. چقدر آروم زد. باورم نمیشه. من چطوری اینقدر آروم چرا نیما که داری اینطوری زد؟ تایم نزده. همه لایک نکردید. گفت عشق کسایی که لایک میکنن ولی شما لایک نکردید. اوه درسته یاسین. ما پایین داریم. بچه این اولی سوتی اش درزان میورد جلو دیگه. فکر کنم میاره جلو نیمید جلوش دیگه. انا از خودم جبران میکنم. چهار اولین سوتیه تک به تکی نزد. بعضی که آقای بریارم بهش پاس دادم میزنه.
بزنه چون کار همیشه هست این گل بد خورده آره یه پاور شوت این آفسایده به به چرا در مقابل رال میخواد بگه بنده خدا یه زبون کم داره برای اینکه بخواد حرف بزنه. تو چند تا زبون داری؟ من یه زبون دارم ولی تو یه زبون دیگه مثل که باید داشته باشی. یه رسه که گل شد. بچه اگه بخواید هر بازی رو بذاری یا براتون بازی ها رو بخریم برای خریدن بازی هایی که میخواید که باید لایک کنید ساب کنید ولی برای بازی که من حرف میزنم به من پاسد خوب ولی برای بازی که میتونیم دانلود کنیم هر بازی که بگید و میریم تو چنل منم قراره کلی بازی خفن استریم بریم یاسینم که تقریبا آموزشی بازی ها رو میذاره براتون کده دارم چنل من هر بازی بخواید آموزش هر چی بخواید اگر درخواست زیاد بشه منم استوری میذارم من که استوری اصلا دوست ندارم اگر درخواست زیاد بشه منم دیگه مجبورم دیگه استوری خواستید بگید آی آرام باش برادر اگه مثلا خواستید دو تا بازی استوری بریم یکیشو نیما میذاره باباش یکیشو من این کارو آره بچه اگه حتما دوست داشتید بازون بریزیم هم بگید وارسا بخاطر آپدیت زیبایی که داد دریبل بدی خوردم ما واردان داشتیم و توش هم موزه قوی بوده ولی 60-70 گیگی که آپدیت ما هم نتونستیم 60-70 گیگ یاسین؟ 60-70 گیگ؟ گل نمیشه داشت قشنگ معلوم بود خیلی کم پر کرد یاسین جمله گفته میزنم زیادی کم پر کردم بچه ها هر نظری انتقادات پیشنهاد هر چی دارید بگید چه هیت باشه چه هر چیزی چرا پاس سرد اینه یاسین بغلت وایساده بودم تو ویدیو دیگه مشخصه خداشه بیا ویدیو داشتم خطا میکردم چی دارید بگید چه هیت باشه چه هر چیزی برو تو محوطه برات میندازم بگی خطا بده گلش کن دیگه ای وای نشد یک برگشتیم به بازی نیمه دوم با گزارشگری من نیمه اول هیچکس گزارشگری نکرد تو چرا خود بازی درک رید چرا یه ذره بازی کردیم یک کوچولو یک کوچولو آره من دو تا پلیستایی بریم چیزی نیست گل خوردیم از این گل خوردیم آفساید نیست خیلی جلو بهش پاس داد جانم چه پاسی بود؟ من دور کردم فقط توپو کسی میرسی ها آمده نه اشتا یک گیریدی نریم به به ازور آهنگ فانکو بذار بیلی به به بچه ها فورتنایت که یهتونه اگه ویدیو نایدید برید ببینید نیما جمهورگری تو کامنت ها یاسین نه بلش کن زرد بگیری زرد خیلی هم مالی حالا تو به اوت میزنن بازیکنه بچه اگه من اخراجشم نیما به نظرتون میتونه چیز کنم بچه میخواید اخراجشم ببینیم نیما چی کار میکنه من که والا بچه دارم تو دیگه شاهدم دارم میبینم بازی میگه کرده اخراجشم نیما اگه دوست
یه دست بریم توی من اخراج چند ما خودش میاری اینجا یه پاس میدی میشه گله این به عشقی کسی که ساب کرده بله اولی به عشقی کسی که لایک کرده و اینم به عشقی کسی که ساب میکنه بله اون گلی هم که من دارم برای کسی که کامنتو میکنن اگه دو تا دیگه داری میدونم زنگوله بذاریم اگه تونستیم دو تا دیگه بزنیم نمیرسم عشق خودتون میرم نمیرسم آب نرسیدیم منم نرسیدم برس من این سمو تا ته بردن بالا ولی نمیدونم ایسان چرا نرسه همین وای چه آفساید هم که نداره بازی آره آفساید وجود ندارد نیما برو آفساید نیست آفساید نیست برو و گل برای کسی که زنگوله رو میزنن روی آل همه تونم میزنیم لف بدید کوچولوها لف بدید بله تماشا کردین اگه میخوای ویدیو رو طولانی تر کنیم تو کامنت بهمون بگید لایک کامنت سابسکرایب فراموش نشه زنگوله رو حتما بزنید به دوستانتون شیر بدید چنل اینستامون این بالا میاد راست برای من چپ برای یاسین وسطم که برای خود این چنل دایموند گیمینگ میاد یاسین حرفی سخنی ساب کنید دیگه همین ساب کنید ممنون از نگاهتون تا ویدیویی دیگه فعلا پیس